سلام علیکم دوستان. کشور هند برای افغانها 1000 بورسیه اعلان کرده است. در این ویدیو میبینیم که چگونه به این بورسیه ها ثبت نام کنیم. اول میایم با سایت رسمی بورسیه که به نام ilearn.gov.in است. لینک این ویدیو همچنان ما در کامنت ماندیم، شما میتونید که در کامنت در سر لینک کلیک کنید و برای خود ثبت نام کنید. خب بعد از اینکه شما در وبسایت رسمی هند داخل شدین، اینجا مختلف بورسیه ها هست. شما باید اول خود راجستر کنید، بعد از آن شما برای بورسیه ثبت نام کنید. بدون راجستریشن شما نمیتوانید که به بورسیه ثبت نام کنید. اول ما میایم با راجستریشن که است. اینجا از شما مکمل معلومات میخواه. ما آل سر راجستریشن کلیک میکنم، مثل که شما میبینین ما سر راجستریشن کلیک کردم. بعد از این سر ساین اپ کلیک کنید. بعد از آن که شما سر ساین اپ کلیک کردین، اینجا از شما معلومات میخواه. اینجا شما باید ایمیل ادرس و پاسورد تان نوشته کنید و با سند وریفیکیشن کد کلیک کنید. بعد از آن که سر امی کد کلیک کردین، به ایمیل شما یک کد میاد. امو کد شما باید اینجا نوشته کنید و بعد از آن در پایین همچنان امو کد باید نوشته کنید. بعد از آن که شما کد نوشته کردین، شما با وریفای کد کلیک میکنید. وقتی که شما با وریفای کد کلیک کردین، دیگه وبسایت شما را به دیگه صفحه میبره. ما فعلا امیجا مو وریفیکیشن کد نوشته میکنم و بعد از آن به صفحه دیگه میرم. فعلا ما امینجا می کد نوشته کردم، آلی سری وریفای کد کلیک کردم. دیگه فعلا یک کمی سیستم لود میشه و بعد از لودینگ به صفحه دیگه میره. این کد هم در بالا و هم در پایین باید یک قسم باشه. بعد از اینکه این کد شما نوشته کردین و سر وریفای کلیک کردین، اینجا دیگه آپشن میه به نام کرییت. شما سر کرییت کلیک کنید و بعد از آن از صفحه شما لود میشه و به صفحه دیگه میره. قسمی که شما میبینید فعلا در لودینگ است. با یک صفحه نو ما آمدیم. اینجا یک بار دیگه ما معلومات اسم و تخلص و شماره تماس، ایمیل ادرس و در کشوری که ما هستیم او را نوشته میکنیم و بعد از آن سر I'm not a robot که یک آپشن از طرف سیستم است، سر امی کلیک میکنیم و با رجیستر میاییم. رجیستریشن وقتی که ما سر I'm not a robot کلیک کردیم، بعد از آن با رجیستریشن کلیک میکنیم و با یک بار دیگه امی صفحه لود میشه و بعد از لودینگ به صفحه نو میاد. آلی شما اینجا یوزر جور کردین، راجستر شدین. آلی شما میتوانید که با سکالرشیپ یا بورسیه اپلای کنید. دیگه ما میاییم با آپشن اکسپلور پروگرامز و اینجا ما با لیسانس می آپشن لیسانس که بیچلرز نوشته کرده سری امی کلیک میکنیم. وقتی که ما سری امی آپشن کلیک کردیم، دیگه برای ما مختلف بورسیه که از طرف پانتون های هند اعلان شده در سکرین ما میآید و ما میتونیم که خیلی با آسانی با بورسیه‌ای که ما میخواهیم ثبت نام کنیم. فعلا ما سر بیچلرز کلیک میکنیم و اینجا برای ما مختلف آپشنز میآید. قسمی که شما میبینید ما اینجا سر امی پانتون هایی که فعلا بورسیه اعلان کرده سرش کلیک کردم. بعد از این با پروگرام کلیک کردم. اینجا برای ما مختلف بورسیه ها آمد. ما با دوم با نام بیچلر آف بیزنس ادمنستریشن یعنی لیسانس در اداره و تجارت سر امو کلیک کردم. اینجا برای ما آل پانتون ها را نشان میده که این بورسیه ها را برای افغان ها اعلان کرده. اینجا پانتون با نام میزورام یونیورسیتی است که در هند است. مکمل معلومات درباره این بورسیه اینجا داده که چقدر وقت میگیره و کدام شرایط داره. ما امی معلوماتش یک میبینیم و بعد از این با آپشن اپلای ناو کلیک میکنیم. اینجا دیپلم هم نشان داده که چه قسم بعد از تکمیل برنامه ماستری چه قسم دیپلم برای شما میده. بعد از چک کردن تمام شرایط دانشگاه شما میاین با اپلای ناو کلیک میکنین.
وقتی که شما با اپلای ناو کلیک کردین دیگه صفحه رسمی پوانتون برای شما باز میشه و اینجا از شما معلومات میخواهد که شما باید امی اسناد داشته باشین که در اول تذکره است، پاسپورت است، اسناد 3 ساله مکتب است. دیگه این مکمل اسناد باید شما در سکین داشته باشید. اینجا شما سری ای اگری کلیک میکنید و نیکست میزنید. بعد از آن که شما سری نیکست کلیک کنید دیگه صفحه دیگه از طرف پوانتون باز میشه که مکمل معلومات از شما میخواهد. حالا ما در صفحه پیشرو میریم. وقتی که ما سری نیکست کلیک کردم یک کمی لود میشه صفحه و صفحه که خیلی معلومات در آن نیاز است باز میشه. در این صفحه شما اول میاین در کورس کاتگوری. شما اینجا نوشته میکنین که ما از 12 فارغ هستیم. اینجا پست گریجویت نوشته میکنین و اینجا نوشته میکنین که ما در برنامه لیسانس دلچسپی داریم. دیگه امور شما بیچلر آف بیزنس ادمنستریشن مثلا در اداره و تجارت دلچسپی داریم، ایرا سلکت میکنین. بعد از آن اسم خود نوشته میکنین و در خانه دیگه تخلصتان و بعد از آن همچنان شما تاریخ تولدتان نوشته میکنید. وقتی که تاریخ تولد نوشته کردین بعد از آن شما شماره تماس و ایمیل ادرستان نوشته میکنید. قسمی که شما میبینین ما یک تاریخ تولد سلکت کردم. بعد از آن همچنان شماره تماس خود نوشته کردم. اینجا ضرور است که شما باید اول کد افغانستان بتین بعد از این شماره نوشته کنید. آره ما فعلا شماره رو نوشته کردم. بعد از آن ما ایمیل ادرس نوشته میکنم. در خانه ایمیل آیدی باید شما ایمیل ادرس نوشته کنید. وقتی که شما ایمیل ادرس هم نوشته کردین با می تکمه پروسید باید شما کلیک کنید. این فعلا یک کمی وقت میگیرد. سر سیستم خیلی بوج زیاد است. اکثریت مردم میخواهد که ثبت نام کنه. ما سر پروسید کلیک کردیم. حال صفحه یک دفعه باز لود میشه و بعد دیگه صفحه میره. قسمی که شما میبینین ما با دیگه صفحه آمدم. اینجا در اول انرولمنت انفارمیشن است. در اینجا شما هیچ چیز نوشته نمیکنین. این از طرف پوانتون است. بعد از آن شما پایین میاین با نام سابجکت انفارمیشن. این درباره پوانتون شما است که کدام درس ها را شما میخواین و چه وقت شما از این پوانتون فارغ میشین. بعد از آن شما سابجکت را سلکت میکنین که ما می برنامه میخوایم که پیش ببرم و در پایین میاین معلومات درباره شما است. اسم شما است، تخلص است و بعد از این جنس شما است، تاریخ تولد است. اینجا شما باید عکس تانم اپلود کنین. ما فعلا یک عکس اپلود میکنم فقط برای تست است. دیگه یک عکس خیلی ساده اپلود میکنم که فقط ما پیش ببریم و این پروسه را تکمیل کنیم. ما امی عکس اپلود کردم. بعد از این ما پایین میایم. اینجا از ما نمبر تذکره میخواه او را نوشته میکنم و وقتی که تذکره نوشته کردم در خانه دیگه موبایل شماره تماس ما نوشته است. دیگه بعد از آن در خانه پایین ما نام پدر خود نوشته میکنیم. ما نام فادر نیم یا هسبند نیم است. فقط امی ایمیل یک چک میکنیم که کدام مشکل نداشته باشه. بعد از آن که شما ایمیل خود چک کردین و نام پدرتان نوشته کردین دیگه در خانه پیشرو باید شما نام مادرتان نوشته کنید. قسمی که شما میبینین ما یک نام فرضی اینجا نوشته میکنم و بعد از آن همچنان شما باید ساحه را نوشته کنید که شما در شهر هستین یا در قریه، رورال یا اربن. بعد از این شما میاین که در مادر تنگ که زبان شما کدام است، دری است یا فارسی. ما اینجا دری نوشته کردم و همچنان اینجا شما باید سیلکت کنید که روسی کردین یا نه. بعد از این از شما دیگه ایمیل میخواه که غیر از این که او ایمیل شما در بالا نوشته کردین یک ایمیل الٹرنیت همچنان نوشته کنید. دیگه اونجا ما ایمیل نوشته کردم. بعد از این میخواه که شما در کدام کشور هستین. ما اینجا افغانستان سلکت کردم.
پاسپورت نمبر میخواه، اونجا پاسپورت نمبر نوشته میکنیم. همچنان در پایین که بیاین از شما ادرس میخواه، مثلا ما اینجا نوشته میکنیم کابل مکریان 3 و در کنتری نوشته میکنیم که افغانستان. در پایین همچنان استیت یا سیتی میخواه، اینجا یک دفعه باز ما کابل یا مکریان 3 نوشته میکنیم. و وقتی که شما این معلومات نوشته کردین از شما پین کد میخواه، از کابل پستال کد شما باید اینجا نوشته کنید. ما کابل نوشته کردم که فعلا در کابل هستیم. هر کدام پستال کد که از کابل باشه شما اینجا نوشته کنید. بعد از این ادرس دائمی شما میخواه که اصلا از کجا هستین، ما اینجا نوشته میکنیم که ولایت بلخ و ولسوالی مثلا دیدادی و کنتری کشور که است افغانستان است. همچنان اینجا در استیت یک دفعه باز ما بلخ نوشته میکنیم و در سیتی هم ما بلخ نوشته میکنیم و در پین کد بلخ اینجا باید شما نوشته کنید. بعد از اینکه این معلومات تکمیل شد از شما آلش میخواه که شما باید اسنادایتان اینجا اپلود کنید که تذکره است، عکس است، اسنادای صنف 10 11 و 12 نمرات 3 ساله است. دیگه این تمام اسنادا را باید شما اپلود کنید. مثلا از ما آل تذکره میخواه، ما اینجا عکس اپلود کردم فعلا به خاطر تست است. در جای پاسپورت همچنان مو عکس اپلود کردم و نمرات 3 ساله که میخواه اینجا مارک شیت صنف 10 11 و 12 نمرات 3 ساله است که او را ما اپلود کردم و در آخر همچنان شهادت نامه اگر شما دارین او را شما اپلود کنید. وقتی که این معلومات اپلود کردین در پایین دیگه آپشن است به نام ایژوکیشن دیتیل. شما اینجا میاین، اینجا شما نوشته میکنین که شما از کدام صنف مثلا فارغ هستی، صنف 12. بعد از آن در خانه دیگه شما امی شماره شهادت نامه تان نوشته میکنین. ما اینجا یک شماره فرضی نوشته میکنم. باید در ریزلت میاین که شما میگین که ما کامیاب شدیم، از کدام مکتب فارغ شدین. مثلا ما اینجا نوشته میکنیم حبیبیه. بعد از آن در کدام سال ما اینجا نوشته میکنم 2013. کدام مضامین خواندین، مضامین عمومی جنرال ایژوکیشن نوشته میکنم. چند نمره گرفتین، مثلا 870. بلندترین نمره شما چند بود؟ 870. اینجا شما فیصدی را نوشته میکنین، مثلا 80%. بعد از آن که این معلومات نوشته کردین دیگه آپشن پایین میاد که ورک اکسپیرینس یعنی تجربه کاری. ما اینجا نوشته میکنیم که فعلا ما تجربه کاری ندارم. اگر دارین اونجا معلومات تا نوشته کنین. بعد از اینکه معلومات شما نوشته کردین یک دفعه بازم معلوماتتان چک کنین که کدام اشتباه یا غلطی خو نداره و در آخر اینجا دیکلریشن است، سر همو چک کلیک میکنین و بعد از آن سر آپشن سابمیت فارم کلیک میکنید. ما سرش کلیک کردم، سیستم پیش نرفت. اینجا ما یک اشتباه کرده بودم در بخش ایژوکیشن. وقتی که معلومات دادین شما با آپشن add more qualification او را باید شما کلیک کنید. او را اگر کلیک نکنید شما پیش نمیرین. ما اینجا سر add more qualification کلیک کردم، حال معلومات ما ثبت شد. حالی که ما سر سابمیت فارم کلیک کنم دیگه ای سابمیت میشه، اپلیکیشن ما با دانشگاه هند میره. فعلا این صفحه لود میشه و بعد از لودینگ برای ما پیام میآید که your application has been submitted successfully، یعنی اپلیکیشن شما سابمیت شد با دانشگاه هند. دیگه بعد از این شما منتظر شوین که از طرف پانتون برای شما ایمیل بیاید. این خیلی پروسه ساده و آسان است و هر کس میتونه که از خانه خود برای این بورسیه ثبت نام کنه.